Doktora mis, naro! Gani khiz! Maro bardor! Rokard! Rokard! دخترم میرود! همه من رو ترک میکنند! زودتر شو! گانی زودتر شو! زودتر شو! زودتر شو! زودتر شو! خدایا مدد کن! من چی گناه کردم که پایهای من نیتم شدن؟ نخواد که پایهای من به این حال گرفتار شوند. من مگر لایق این بیماریم؟ مگر لایقم خدایا؟ نه آخر! نه آخر! چرا؟ 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 صالح به این دیوار نظر کن. به تو میگوید که آیا تنها تو این عذاب را میکشی؟ من به این حجره ها نظر کن. به اینها نگاه کن. همه اینها به مثل تو بودند، لیکن حیات همه آنها ادامه دارد. من این گونه زندگی نمیکنم. من اسیر این صندلیستم نمیخواهم. آیا این دست ها را به تو کی داد؟ چشمهایت را از بازار خریدی؟ گوشهایت را چی؟ دستهایت، انگشتهایت، بینیت. تو آیا تو وجود داشتی؟ ذاتی که تمام این نعمتها را به تو داده است هنگامی که تو موجود نبودی، تو را آفرید، نفس داد، به تو فرزند عطا کرد، صاحب خانه کرد. حالا باشد معیوب شدم گفته ناشکری میکنی؟ کنی به این سنگ روح بخش؟ کنی به این دیوار روح بدم؟ نمیدونی
قدر و قیمتی راه گشتن رو نمیدونی. اما این دیوار میدوند. سالهای دراز در اینجا قرار است. این گل، آیا این گل نمیخواست که صاحب پای باشد؟ نمیخواست که عقل و شعور داشته باشد؟ گوش کن، گوشهایت را خوب باز کرده گوش کن، کنی اسیان میکند. شنیدی؟ آیا اسیان میکند؟ گل میدوند که اگر راه گردد از خاک بیرون شده پژمرده شده میمورد. اگر این سنگ ها از جایشان بیجا شوند به خاک یکسان میشوند. تنها تو نمیدانی. مادامی که نمیدانی پس طاقت کن. اکی ساله اکا حالتان خوب است. سومن خوب هستی؟ درد و علمت زیاد است. برید اکا آرام شوید. آرام شوید اکا. همه گمان میکردن که من مردم، اما با خواست خداوند زنده برگشتم. شما هم با خواست پروردگار البته به پا میخیزید. دخترم از من قهر کرده برآمده رفت. با کی تکیه کنم؟ از این پس دیگر با کی تکیه کنم برادر؟ به خداوند تکیه کنید اکا. تنها با تو فکر میکنی که سلیم شهید شده است؟
آیا همین خیل است؟ همه همین خیل میگویند. میگویند که سلیم جانش را فدا کرده است و گمانم پیش از آغاز عملیات از سبب جنجال کردنش این حادثه به سرش آمد. تو چی؟ حادثه های گذشته را دیده بودی؟ در سخن حق حاجت به قسم نیست. حق بودن سخن من وابسته به رفتن من می باشد. اگر به من یگان حادثه رخ دهد، سومن به تو امانت گفته بودی. برای همین به او خانه دار شد. ترسیده بود، بی قوت و ضعیف بود. به نگاه خود او را در آورده فکر کردم که بهترین راهی امانت را نگاه داشتن بود. شاید خطا کرده باشم، اما من خرسند شدم. میدونی برادر سلیمت درد خود را فهمانیده نمیتواند. عارف برادرم، دوست، من با سومن خانه‌دار شدم، اما عقل و هوش او همیشه در تو بود. حالا باشد برای از دست ندادن برادری من باید اینجا را ترک کرده میروم. بعد از عملیات من میروم. حقت را حلال کن. اکنون سومن امانتی توست. اصلا همه اش عیان است. همین خیل نیست من. چی خیل؟ چی عیان است؟ یک مرتبه وقتی که سلیم وفات کرد در ذمه عارف بودی و به او تکیه می‌کردی. بعد از ناپدید شدنشان با یکدیگر جنجال کردند. شاید یکدیگر را زیر مشت و لغت قرار دادند. و شاید با این کفایه نکرده سلیم را با سلاح پر را، پس این کار را عارف کرده است. عاقبت کار باشد معلوم است. اما سلیم با زخمی گرفته‌اش نگاه نکرده خودش را به بالای عارف برتافته است. احتمال هر دویشان به زمین افتیدند و بعد آنها را اولین کسی که دید تو بودی. بله، وقتی که آنها را دیدم سلیم در بالای عارف و به خونه آغشته بود. اگر گپی مرا گیری دوست و رفیق گفته از بر این کار نگذار. یه روز تو صاحب شوهر بودی، این روز باشد تو حتما اسم این کار شد. سومن با تو گپ دارم. سومن باید مصلحت کنیم. مصلحت کنیم؟ مرا دیده دانسته بچه ها تیله دادی عارف. مرا ناچار و ناتوان گذاشتی. چرا این کار را کردی؟ چرا؟ نباشد همش خوب میشد. خرسند و سعادت من میشدیم. یکدیگر را دوست میداشتیم. یک عمر یک جا با هم دیگر زندگی میکردیم. عارف چرا این را به من روا دیدی؟ سومن گوش کن به من. عارف تو مرا گوش کن.
التجا میکنم بیگو که من قاتل نیستم بیگو که من این کارو نکردم گفت که من رو نکشتم سامان گوش کن سامان با ادوکات‌هایت مصلحت کردم صالح نازیه را برای گرفتن حق ندارد. مادر حالا وقت این کارها نیست. دعوای جدا شدنتان را میکنم. اگر لازم شود وکالت را به عهده خودم میگیرم. مادر آخر اکنون از بیمارخانه برآمدم. برای من باری زیادتی نآورید. با ضمن این قدر درد و الم باز دعوای جدا شوی رو از شوهرم طلب کنم. فرزندتان از دست رفت. آخر به هر حال مردی نبود. یگانه نسل آینده من از دست رفت. مادر نازیه دخترم. مادر آیا این کاری کرده‌ات به تو معقول است؟ چند مرتبه گفتم که در نزد نازیه این سخن‌ها رو نگویی. نه تو به این رحمدلیت این کار را به آخر رسانده نمیتوانی. حالا که وقتی عملی کردن این کار است. مادر اجازت میدهی داروهایم رو استعمال بکنم؟ استعمال کن. من خودم همه کار را تخت میکنم. تو دخترم خواطر نشم. برادر من یک چیز را نمیفهمم. آخر کی سلیم از پشت حمله نکرده بود با کی عارف روبرو شده بعد تیر خورد. تیری خوردن تصادفی بود. آخر چه خیلی پیش آشا میگیری؟ یگان گام نگفتم اکا خود به خود فکر میکنم. فکر نکن برادر. ای رفیقم بس کنید. هرگز گمان نکن که اکی عارف رو پرانده است. ای خدر از خود نرو. کسی باشه نباشه برای من فرقش نیست. تو را در یک لحظه نیست نابود میکنم. چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ برادران بس کنید. یکدیگر را نخواهیده فرو میبرید. به این همکارها خوب نیستند. گویا این کاری ساخته باشد. مرگ سلیم را به سر عارف زدند. برادران آخر این یک اشتباه بود. اگر تو این خیل باوری داشته باشی پس همین خیل میشود. برادر نباید دیگر خیل فکر کنید. آن چیزی که با چشمای خودتان دیدید این کار میکنید و به کاری نشده باور میکنید. چون که همتان دیهاتی هستید. ولتا آرام باش. ولتا اگر سردارم نمیشد تو را باب میکردم ابله. همتان در شبه هستید و از آشکار کردن میترسید. اصلا وقتی خاموشی توست شاهین. همه لطفاً جمع شوید. زودتر رفتیم. فداییان مدیرم اگر اجازت دید گفتنیه دارم. فداییان اگر نشنیده باشد خوبتر گوش کنید. باز میگویم یک شوید. یک اتفاق شوید. فهمو؟ وقتی که شما شیر میخوردید من در میدان جنگ با دوستانم مبارزه میبردم. 10 ها هم یراق خانم را
با دست خودم گروندم. از میدان ها همیشه دست و پا جمع می کردم. خبری شهادتی رفیقانم را به پدران و مادران و زن و فرزندهای آنها می رساندم. یک برادر داشتیم. همیشه روحیه ما را بلند می برداشت. در کوه و پشته و میدانهای جنگ در بین تیر و طوفان چخیل زنده ماندن را به ما می آموزاند. هر وقتی که به مبارزه می رفتیم به ما چنین می گفت: شیران من، برای وحدت و یگانگی زندگی کردن این خودش در راه وحدت مردن است. به حال من نظر کنید. از پی شربت شهادت می دویدم، اما هم خودم را، هم خانه‌ام را و هم عائله‌ام را پریشان کردم. به این حال عاجزانه من نظر کنید. نه این پایهای معیوب، نه این صندلی لعنتی، نه خانه سوختم و نه مرگ برادری سلیمم. این حادثه ها جان مرا با درد و عذاب نمی آورد مگر دیدن پراکندگی و به اتفاقی شما عزیزان. عارف را خوب پشتیبانی کنید. برادری او را با سلیم خوب به یاد آورید. با تمامی شبهه و سفسطه های دروغ را از بینتان دور کنید. خوش آمده دکا. چقدر بنزین بزن؟ باک رو پر کن. لبی گوش میکنم. فهمیدم. خوب. خودی حاضر می آیم. حبیب لبی اینجا بیا. گوش میکنم مدیرم. همه جمع شوند.
مسئله فوری می باشد. در ظرف 5 دقیقه برای رفتن آماده شوند. اطاعت. من در حال همه را جمع میکنم مدیرم. یاریدیا سردارم سلاحتون. من همیشه با شمایم. نگران نباشید. تشکر برادر. رفیقان گوش کنید. شخص در نقطه سوزشواری ماشینش را آورده میماند. میگوید که بک را پر از بنزین کنید و پولش را نمیدهد و بعد سلاح را گرفته تیر پرانده تهدید میکند. امنیت در جای حادثه است. امنیت آنجا می باشد، اما خبرنگارها هم آنجا هستند. آن مرد گفته است که پول در جیبم هست، آخران پول برای نان فرزندانم می باشد. فداییان آماده باشید. اطاعت. صالح، رفیقان کار را حل می کنند. اگر خواهی تو به خانه رو از پای زندگیت شو. نه مدیر، من در سری وظیفه هم میستم. صالح، این مراتب گپی مرا گوش کن برادر. شاهین، این وظیفه به دوش توست. اطاعت مدیر. کنی زودتر شوید. خداوند مددگارتان باد. رفتیم بچه ها. برادر خیر چی کار کنم؟ کم بغلم گفتم برم. با ماشینم بنزین خریدن نمیتوانم گفتم خودم را کشم. باکی مرا پر از بنزین میکنید. فهمیدید؟ پر کنید، نباشد اینجا را آتش میزنم. اگر پر نکنید اینجا میسوزم. گوش کن برادر، گوش کن. اگر یکم درد داشته باشی با من گپ زن. در کیسم 20 لیره دارم. با فرزندهایم نان میبرم، شیر میبرم. بنزین ندارم که تا خانه روم. آیا با این پول باکی ماشین پر میشود؟ که راست میگویی، من تو رو میفهمم. زنهایم در خانه منتظر نان میباشند. من آرام شده هر یک نمیتوانم. شهروند نظام و قانون را ویران کند، پس ما چکل ترتیبات را بجنب. باکی من باید پول شود. خفا روید. اون کس مانع این کار نشود. خفا روید. همه با خفا یک شدنتون میشود. نپرانم. برادر کمی آرام باش. آرام باش. آرام نمیشود. آرام باش. من هرچی بگویی اجرا میکنم. پر کنه چرا نیسته؟ گوش کن، گوش کن. ظریف، در حال نوارهای گرد اطراف را پیوست کن. از همه طرف دیدن میخواد. والتر، تو به جایی رو که با آن مرد نزدیک باشی. برادر آرام باش. شما آرام باش. هرچی بخوای من اجرا میکنم. فکر میکنید. پر میکنم. 54 تو به تو خود برادر را به دست گیر. یگان کار را به دست گیر. تنها باش. این وقت را در کشاده بوده است. زنگوله کار نمی کند. بفرمایید، با شما کی در کار؟ شما آقای صالح؟ تبابت، نفقه، چه خیلی که میخواهید، حیات همین است. برای همه چیز کفایه میکند. تو کیستی که باز با من رشوه تکلیف میکنی ها؟ این تکلیفی مخصوص میباشد. این رشوه برای چیست؟ تو کیستی؟ از نزد خانم گلای آمدم. ادوکت او میباشم. میخواهد که از خانم یاسمن جدا شوید.
شما برای جدا شدن اینقدر پول ها؟ در جزدان همش پول یورو بوده است. البته پولی از همه با قدر. کنی یک بار دیگر به درونش نظر کنم. از نگاه اول فهمیدم که انسان با فهم و با عقل می باشه. مرحمت. من گوگیر دارم. آرام شو میگیم. ای برادر آرام باش. در نظر بوده را بزنید پرتو. انبار در بزنید. آرام باش. آتش میزنم. انبار را تو خرد را اجرا میکنم. اجرا میکنم. باری تو با برای با دیتا دیگ باشد هم تو فرمانی من را اجرا کن. اما کارت پخته نیست. آن مرد اول مدیر را میپراند. اول او را باید بخطر کرد. کبری او را من عارف راست میگه. بیا من رفته برو در زنم. نیست تو همراهی من اینجا میمانی. خانم گل رو بگو که چنان بی پول مانده است که پولی ندارد. برای خودش ادوکات گیرد. برای او ادوکات نیست بگو. برای همین همه گپ را خودش قبلا با زبان خودش گفته بود. گوش کن جناب، مال و ثروت یافت می شود اما جان یافت نمی شود. تو به من یورو دادی اما جانی تو در دست من است. کنی گپ زن کدام اینها قیمت‌تر می باشند؟ گپ زن، مال یا اینکه جان؟ بگویم دختر من و همسر من جان من می باشند. از باری جانم می گذرم لیکن از باری آنها نه. این را هم به خانم گلرو بگو. بگویم با معلوماتت من ادوکت خودم می باشم. فهمیدی؟ این را خودم رفته با آنها می گویم. وقف ها روید می گویم. گوش کن آرام باش. عارف چرا ایستاده؟ هر چیزی که میگویم همان را کن. نادرست فرمان بدهی برادر. شخصی که در عملیات دوستی خود را کشته از تخته قبول نیست. انا شغلم نگردم. نزدیک نشود. انا بینه. برادر نکن. آرام باش. با زمین میریزم. نزدیک نشود. شما کف رو نمیفهمید. تمام را بنزین میکنم. قسم میخورم اینجا را بسوزانم. باش. آتش میزنم. شنیده همه را به کاری بردم میکنم. آرام باش. کاری من به انسانهای دیگر چی؟ آیا انسانها بعد انجام عملیات با تو گم میزنم. یگان کار نمی آید. بله بیایید کار این دیوانه را به انجام رسانیم. بیاید اکا. هیچ چیز را نفهمیدم. برای 2 قدم زدن باید 8 ساعت آماده شود. مادر جان دم اومدن.
اقرب یک اقرب دو. اقرب دو گوش میکنم. گوش میکنم. اقرب یک گوش میکنم. مقامی که قیمتترین بنزین دنیا در ما باشد و من پول خوراک و شیر فرزندهایم را در بنزین صرف کنم، پس من این بنزین را میریزم برادر. این بنزین را من تو را خوب میفهمم، احوال تو را خوب میفهمم، اما التجا میکنم یا بس کن، تسلیم شو. بکی ماشینت را من خودم پر میکنم. چرا به هر طرف تیر میپرونه؟ ایستا. نزدیک نشو. آرام باش. مرا فریب نکن. میفهمی؟ گوش نزدیک کن. نشو که همه را گفتم بکی ماشینت را من خودم پر میکنم. میسوزانم. خواهش میکنم من قران. مایلش آرام باش. اقرب دو بشنوی. همه منتظر تو هستن. ما باید عملیات را آغاز کنیم. نباید عارف را منتظر شویم. اشتراک من نمی شود. در وقتش عملیات را سر نکنم نابود. هرچی بخوای آن را اجرا میکنم. بکی ماشینت را پر میکنم. آرام باش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرب دو اقرب یک گپ میزند. اقرب یک. به نشان گرفتم. اقرب دو منتظر شد. اقرب یک مدیر را از آنجا دور کنید. سلاح آن آدم را به غضب میآورد. تا فرمان دیگرم در علاقه باش. نمیگویی خانم گلرو در کجا؟ در خانه حاضر می آید. او رو یاد کردی؟ نپرس، بسیار یاد کردم. تلویزیون رو روشن کن. ساله با تو امروز چی شد؟ یگان چیز نشده است خانم، عملیات است. روزنامه‌نگاران در آن جایند، شاید پخش مستقیم باشد. دخترم؟ دادا بینید ببینم با من چی خریدند. اوه بسیار زیبا بوده است. دادا بازی میکنیم؟ بله بیاید بازی میکنیم. خیر مایلش. گوش کنید. همه زیر نظارت است. سومن انا اکنون نوبت شما شد. آیا اینها ما هستیم؟ بله. این من، اینش شما، اینش باشد مادرم. انا اینش؟ بیبی جانت. دادا بازی رو محروم نکنید. دخترم تو به او اهمیت نده. خانه خودش را صاحبی کرده نمیتواند و با بازیچه ها خانه میسازد. رشوت اون را قبول نکردم، برای همین غضبناک شده. چی شد مادر؟ در نقطه تجاری ایسانبول یک شهروند دادا رشوت چیست؟ این مرد برای خانم گلرو، دعا کنید که من این موضوع را در نزد دخترم نمیگشایم. مردم رو میترساند. حالا برای خبری مفصل‌تر هیچ گپ نیست دخترم، تو بازی رو دوام ده. تماشابینان عزیز، حالا تمام حادثه ها رو پخش مستقیم
یقین به شما نمایش دادا جون از بیاید بازی رو دوام در دهیم نقطه سوزشواری بوده تا حال آخر وعده دادید حالا در مهمانی ما کمیسری تعییناتی مخصوص برای پاسخ دادن این سوالها نوبکار در اونجا واجده. چیکار میکند؟ مردم آرام باشند دادا و از نگران روی طرف نشوند. مون بیا یک جای چنانه بازی که میکنیم میبینید تعییناتی مخصوص با جای حادثه آمده است. همه اش را تحت نظارت خود میگیریم. بینندگان گرامی چنانه که همکاری ما عرض نمود تعییناتی مخصوص به نقطه سوزشواری ای دیوانه، کارهای لازمه را ای دیده شده. بی‌فراست. آدمی جنایتکار رو یک طرف گذاشته آمده در اینجا معلومات بدهد و کارگری تعییناتی مخصوص مانندی ندارد، گویا نمایشگر باشد. خبر میدهیم معیوب شده به صندلی نشستی اما تو حالو هم در فکر کار میباشی اشکی چشم دخترت تو رو به ننگ نمیآورد نازیه؟ نازیه جان دخترم، عقل و هوش این آدم همیشه در بازی های پلیسی نمی شود دخترم با این مرد خانه آباد کرده نمی شود انا خانم سومن یکی از فعالترین کارمند تعیینات مخصوص می باشد. او با شما کمک برساند. سومن دو کارمندان تلویزیون را به جای بیخط ببر. چرا به این کار تعییناتی مخصوص دخالت کردن نه بس نمی کند اسیری صندلی شده است و تا حال فکر و خیالش در کارش مادر صالح چی گفت؟ از رشوه سخن کرد؟ هیچ چیز فکر جدا شوی شما را کردم گفتم که از قرض و قواله شما را خلاص کنم چی؟ تو چی کار کردی مادر؟ دخترم آخر نمی بینی چند مراتبه گویم این مرد در فکر شما نیست پابندی کار است از بحر این آدم گذرید من خودم شما را مثل شاه دختران نگاه میکنم برادران مرا از جانم سر نکنید. آخر خدا نکرده یگان تحت و نپرانید ایستد وجدانم مرا آزاد میدهد. برادر تو را میفهمم گفتم تو میفهمم آرام باش آرام باش بنزین در کار بدن بنزین. شد آرام شوید خواهش میکنم برادران آرام باشید. همه به خبر به جای خبر نمیمانم نزدیک نشوید میترکانم سر دیهد سر دیهد مرا سر دیهد گفتم دستم را ندار نیجانگر من دیگر تو قد نمیکنم میروم نرو برادر تو کجا میروی؟ سر دیهد دستم را سر دیهد گفتم سر دیه سلاح را به من ده سر دیه شد بس فرمان در دستی توست یگان کار کن آخر نگران نباش در فکرش هستم. اقرب دو پرام من گناهی نکردم آنجا 3 نفر نخواد که امری پراندن دیدی آخر میگوید که عارف از 2000 متر میپراند. تنی پرام بیشرف صدیق تفاگر شما چی کار میکنید؟ اقرب دو اقرب یک ایستد نپرانید ازدحام زیاد است همه جا پر از بنزین دیگر ایلاش نیست. حالا پراندن نوبتی توست. اقرب سی اقرب یک من نزدیکم میپرونم اقرب سه صبر کن. اقرب دو میپراند. مادام که این خیل باشد خدایا با عارف مدد کن التجا میکنم
دست من دست خودت. به حرمت حبیبت کامیابم کن. رفیقان یکم کس رو نزدیک شدن نمانید. روزنامه نگاران را نیز راه ندید. یکم کس رو نزدیک شدن نگذارید. نوار و عکس گرفتن ممنوع است. بولتا برادر چیکار کردی؟ یک سلاح را از دست این آدم گرفته نتوانستی. من طاقت برادر همش گذشت. اینجا با من ده. همش گذشت. اطراف سه فوراً به مکان حادثه ماشین یاری تاجری روان شد. با خونه ما چی شد؟ خانه‌مان از پیش ندیده زیباتر میشد. نگران نباش. آیا باز یک جای شاد و خرسند نشویم؟ میشویم دخترم. وعده میدهید؟ دخترم وعده میدیم. با باغ هم میرویم؟ میرویم دختر جانم. آیا مادرم نیز همراه ما با باغ میروند؟ میرود دخترم. آیا بی مادرت میشود؟ آره! نباشه در آنجا پخت قند میخوریم؟ البته میخوریم دخترک زیبا یکی من. میخوریم. دادا جون برادر بطه چی شد؟ گوش کن تمامی بدنم بوی بنزین میکند. وای بنزین رو به پول گرفتم گو ها؟ اکنون تمام زمستان خود را گرم میکنی. گوش کن یک را دیزل میگیریم بعد برابر تقسیم میکنیم. برابری افرمیتیکا. برابری افرمیتیکا؟ چی؟ برابری اریفمتیکا میگوین. اریفمتیکا. سفسطه را بس کنید. امروز شاهین گفتنی آدم عارف را مجبور ساخت که او را پراند. این نابکار چه خصومتی دارد؟ همیشه سری ما رو در بلو میموند. امروز وقتی که سرداری رو به عهده‌اش گرفت یک بار از بله وقتی که نوارگیرها را دید عملیات را به نمایش مبدل کرد. خدا رحم کرد. اگر نقطه سوزشواری میسوخت پس چیکار میکردیم؟ در نزد نواربرداران شرمنده میشدیم جان یکیش. خیریت شد. سرداری تعییناتی مخصوص میباشد. اصلا من برادر پریشان مینمایی. از برای خدا باز به یگان حادثه ناخوش دست نزنی در نزد نوارگیرها. در حقیقت در این گروه همه فداییان. تو نگران نباش. من منتظر رفتن نواربرداران هستم. خانم سمن هم یکی از آن. چرا کرد؟ شاهین خریگرش رو کرد. منتظر رفتن آنها میباشیم. بگذار درویم نوار گیرم. با اکای ساله نشان میدیم. ای اگر اکای ساله میشد کی ها این مرد سلاح به دست را آرام میکرد. برادر اوز ما باید بریم. اکا بسیار مهارتی خوب نشان دادی. از بین این قدر آدم نوبک من نیافتم جان اکا. خدا با من کمک کرد. راست. اکا تو دانسته به دستی او پراندی یا کشتنی بودی و تصادفاً به دستش رسید؟ این چه سوال است؟ آن مرد دعا کند که اکای عارف با انصافانه رفتار کرد. این طور نگو ظریف. عارف آیا همین خیل نبود؟ تشکر برای کمک. شاهین چه مشکلی داشته باشد؟ من مشکلی او را نمیدانم. وقت است که آمد همش را میفهمانم. بیاید بهترش برای این مرد بیچاره کمی خیر کنیم. معلوم که شرایطش آنقدر خوب نیست. مرحمت اکا گیر. سمن به تو گپ دارم. مرا سرده. با تو گپ زدن نمیخواهم.
هر چیزی که میخواهی من راضی، فقط مرا گوش کن. باوریم نمیآید. اگر خواهی در مسافه زیاد از بین 3 نفر شخصی در هدف بودت را مییابی. سلیم چی خیلی شد که در مسافه کوتاه قربانی تیری تو شد؟ تو گفتنی هستی که یعنی گمان داری که سلیم را من کشتم؟ دیده و دانسته کشتم؟ نمیدونم. باید این را تو خودت فهمانی. اگر تو این خیلی فکر داشته باشی پس حاجت به فهمانیدن هم نیست. آفرین، جناب شاهین به گوشت خوب خوانده است. پس ما چی میشویم سومن؟ آخر ما یکدیگر را دوست می‌داریم، مگر همین طور نیست؟ همیشه تو را دوست داشتم. فقط تو را میفهمی، فقط تو را. من هم تنها تو را دوست داشتم سومن. عشق من هر لحظه زیاد میشد. تنها تو را دوست میدارم. وقتی که سلیم مرده بود تو از این مکتوب به خبر بودی عارف. این نامه تو را سفید نمی کند. مرا با سفید کردن خودت اثبات کن. سومن گوش کن. سلیم برادری من بود. آیا من می توانستم برادری خود را؟ سلیم مرد عارف، مرد. مرا هم فراموش کن. عشق ما این کار ندارد. تخم عشق به دل ما شاید پاشیده شده بودم. ما این دختر دل من نسبزید. حالا باشد مرگ سلیم برای تو سوالهای زیادی رو و میان آورد. سومن حقیقت هم مثل فصل سال است. موسیمش که آمد خودش روشن می شود. عارف حالا موسیمی تیرم است. برای من همش مثل برگ خزان یک می ریزم. و من اگر زورم آید هم کارم را می کنم. الوداع. سومن دخترم چیزهایت جایگیر شدن؟ جایگیر شد. اگر خواهی حجره دیگر رو نیز استفاده بر. همش جایگیر شد. تشکر. فقط لباس های نازی همون. فهمه. آقای صالح، اکنون تو میتوانی به حجره زیبای خودت گذاری. مادر سعادت بس کن جمع و گیر کنی رو. از اینجا می رویم. در زمستانی سر در اینجا زندگی کرده نمی شود. بس است اینقدر عذاب و مشقت. تو حتما می روی. اما دختر رو نبیرم به کجا می روند؟ به کجا می روند؟ به خانه خودشون. نه این خیل نمی شود. اکنون آنها از آن من می باشند. می بخشی و تو قوت نگاه و بین کردن آنها را نداری. خدای توبه.
مرا گوش کن. تو از اینجا به آنجا با زور میروی. تو چه خیل دخترونه بیره مرا نگاه و بین میکنی؟ این آدم ما را میکشد. عجلمون در دستی اوست. مادر اگرچه پایهایم معیوب شده باشند دستهایم بیکار نمیایستند خانم گلرو. ای باوریم نمی آید. با این حال گرفتار شدیم. در خانه هم به سوی من سلاح برداشت. این آدم دیگر اصلاح نمی شود. مادر یک دقیقه ایستو. ساله چی کار میکنی؟ به چشمانم باور نمیکنم. سوال داد که چه خیلی محافظت میکنی؟ من باشم این را نشان دادم. دخترم بیا زودتر بیا. آیا نمیبینی که پدرت به سوی ما سلاح برداشت؟ دادا چی شد؟ بس کنید. همینش کم بود که دخترم رو بر ضد پدرش میشورانید. از برای خدا سلاحت رو دور کن. ادوکات رو روان کردید تا به من پاره داده همسرم رو از من جدا کند. من آن پول رو رد کردم. شما به جای آیله امان رو یک جا کردن آن رو پراکنده میکنید. تو جدی میگویی؟ پلیس رو جیغ میزنم. تو رو از اینجا دفع میکنن. جیغ زنید. اگر خواهید تلفنم رو دیم راست شما رو با مدیر پیوست میکنن. بی تربیه. این دولت قانون دارد. اگر تمام کارمندان حرکت مخصوص آید هم اینها را از دستی من گرفته نمیتواند. من در حقیقت دلها رو آرام میکنم. مرحمت. چه حال داره دوستم؟ کارهایت چه خیل؟ اگه چه خیل آن نابکار رو از بین آنها جدا کرده پراندی؟ تعریف عیب باشد هم من هم در مکتب میانه در پراندن ماهر بودم. خیل؟ کمانهای ما برای مسافه های نزدیک بود. اما با این کمانها با چشم حشرات هایی که در بالای برگ درختان بود میزدم. باور کن با خدا قسم میخورم. خیر با خدا قسم میخورم. ای آخر فلسفه حیاتی من گشتن و تماشا کردن میباشد اکا. با خدا دوستم چای بسیار خوب شده است. میدونید چی؟ حربی چای رو بسیار خوب تیار میکند. نوش جان شود. میدانم دوستم. سلامت باش. مرحمت. اگر امضا کنید در حق سردار عارف پرونده جنایی باز میکنیم. پس اگر پرونده جنایی آغاز یابد وظیفه‌اش چی میشود؟ شخصی که پرونده جنایی دارد تا معلوم شدن جنایت از وظیفه سبکدوش کرده میشود. یعنی کارو بس میکند؟ تا معلوم شدن حقیقت بس میکند. تمام. سلام علیکم. و علیکم السلام. میبینم که استای درجه اول شهری عرفه باز مشغول کار است. استحصال چین، مواد ترکنده، اینها را سنجیده ایستادم. اکنون کار همین خیل می شود. سیستم عجایب دارد. بسیاری ها طرز استفاده آن را نمیدانند. اما با گمانم که من حل آن را یافتم. آخر از چشمان تو خردترین ذره هم پنهان نمیماند برادر. تو چه حال داری؟ در میان 4 دریا تخته بندم کردند. باز میگویند که دامن تر نکن هوشیار باش. خدا مددگاری حقیقت جویان است. چرا نمیپرسی که چی شد؟ ای بوی جگری سوخت عالم بگرفته، گر نچمیدی زهی دماغی که تو راست. آدمی که جگری سوخته دارد و شمال بویش را میارد، حالش را پرسیدن شرط است مگر؟ سلامت باشی برادرم. ظریف. چی؟ بیا یک جای به مکان حادثه برویم. شاید در آنجا یگان دستگاه نوار پیدا شود.
درحال میرویم برادر. سامان میدونی چی؟ هر وقتی که گل خودروی کوهی را ببینم تو به یادم میایی. هر وقتی که یگان گل را بوی کشم بوی تو به مشامم میزند. لابای سومن دخترم، من مادرت حفیظه، زنی که چشمانش نمیبیند. گوش دارم مادر، چقدر سورپریزی است. دخترم دیشب تو را در خوابم دیدم، به تو خبری مهم دارم. کو سراغت را گوی؟ مایلش خوب شده است مادر جان. خیابان گل؟ اناکنون با تو بازی میکنم دختر جانم. مایلش بازی میکنم؟ البته با شما بازی کردن رو بسیار ناز میبینم. دادا چقدر بازی میکنیم؟ دخترم بازی از خانه گریختن. زودتر رفته از حجره ما یک چند لباست را گیر. به یگان کس خبر نده. یک جای برآمده میرویم. یعنی چه؟ پنهان شو کن؟ ها، با تو پنهان میشویم. کسی که خوب بازی کند آن کس غالب میشود. کنی کی ما را مییابد؟ من بسیار خرسندم. دادا جان تشکر که با من بازی میکنید. زودتر. به اجازتی مادرش دختر را دزدیده است. آقای پلیس وقتی سخن جدا شدن را شنید دیوانه شد. به سوی ما سلاح کشید. شما یکم کار نکنید، تنها انتظار شوید. در حال پلیس ها رو روان میکنم. بسیار میترسم. بیشترم التجا میکنم زودتر شوید. زودتر شوید. گوش کن دختری زیبایم، چنان خواب دیدم که درد سرم شد. اگر به تو نقل کنم راحت نمی کنم. تو را در خوابم پریشان دیدم دختر جانم. التجا می کنم. می دانم که خودت بسیار غم و غصه داری، اما التجا می کنم پسری دیوانه مرا صاحبی کن. درد و غم او را برطرف کن. آیا این بچه دیوانه تو را غمگین می کند ها؟ نه مادر جان، نه نمی کند. دختر جانم، این خیل باشد بسیار خوب. در خوابم دیدم که تو خاک و غیشت میخوردی. چی؟ من صاحبی نبیره میشوم؟ نه مادر جان، این خیل نیست. دخترم وقتش که آمد همش نغز میشود. خیر، من میروم. نوارگیرک های پلیس از این منطقه خیلی دورند. باید امیدمون را از اونا کنیم. اینهای دیگر چی؟ راستی نمیدانم. به گمانم این نوارگیرک ها کاری ما را تمام نمیکنند. این دکان چی؟ آیا در آنجا کامیرا بود؟ رفتم میپرسیم. رفتیم. یگان کس ما رو ندید دخترم؟ نه دادا، یگان کس ندید. بسیار خوب رفته ایستاده است. اگر از این گردش گذاریم کار حل می شود. از آنجا با تاکسی سوار می شویم. دادا چی شد؟ چی دستگیر شدیم؟ دخترم نزدی من بیا. از من جدا نشو. آقای پلیس، انا همین کس. او را دستگیر کنید. نبیرم رو دزدیده است. خانم آرام شوید. این آدم نبیره ما رو دزدیده است. کمکم کنید. دختر را از دست او گیرید. التجا میکنم. عارف، سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. روز بخیر. مالش من بعد زنگ میزنم. مرحمت برادران. راستی گپ من نمیدانستم که در اینجا سودا میکنید. خیر بلا با پسش. به این هم برای خرید کردن آمده. اگر سراغ پرسی من به این خلکارها سر و کار ندارم. این خلکارها رو بسیار بد میبینم. تو اونقدر مهمان نواز نبوده ای برادر.
حتی سلام ما رو الگ نگرفتی. در اینجا صدها جنایتکاران زندگی میکنند و بسیار علفهای نادر در این جنگل میروید. در آبهای اینجا باشد تیمساهای خطرناک است. از خود نرم. نه، من این برنامه را دوست نمیدارم. بر رفیقم نیز معقول نیست. بله اکا جان، گوش کن محترم. ما از امنیت وقتمون کم و ما قیدی نوار لازم است. برادر در اینجا یگان خیل نوار پوار نیست. گوش کن، اول اینکه من برادر تو نیستم، بعد بالای در نوارگیر گذاشته و من قیدی نوار لازم است. اینها رو میگویی؟ بله عیناً همان را. قیدی او در پس جاگیر میباشد. چرا به شما لازم شد؟ حاضر این نوارها را تنظیم نموده فیلم میکنیم و بعد تو را به فستیوال سینماگران میفرستیم. نباشد من رفته برای شما آن رو میار. زحمت میشود، زحمت میشود. برای ما چای لازم نیست، ما چای نوشیده آمده ایم. این چه خیل آدم است؟ این قدر انسانی پس بوده است. خداوند. لابай. мехоҳӣ бо қотили шавҳарат шинос шавӣ? алло, ту кисти? қотили шавҳарат далелҳои мавҷуд бударо неҳс мекунад. агар дар ҳол ба макони кушта шудани Салим равӣ, мақсадро мефаҳмӣ. алло, ту кисти? دختری شما؟ بله. به روزگی مادرش شما نیت دختر رو به گرو گرفتن داشته؟ برادر نخواد که انسان دختری خودش رو گروگان گیرد. عالی جناب، در حال دختر را سر دهید. ساله دخترم روزیم. سعادت آرام شو. خانم مادر این دختر می باشند؟ بله آقای پلیس، این آدم دیوانه شده است و همه ما تهدید میکنند. نبیرم را از دستی او گیر. او را سر ده و دختری من نرس. دخترک باید با من برود. و تو میگویم دخترم را سر ده. عالی جناب، خودتان را به دست گیرید. دخترم چی کار میکنی ساله؟ نرم، این آدم دیوانه شده. دخترم رو نجات میدهد. به فرمانی من یگان کس تیر نپروند. فهما نپرونه. دخترم صدا نکنید. دخترم این طرف میاد. دخترم نترس دخترم. من نگفتم که نپرونه. بیازیم اکا شما خطا میکنید. تو اول رفته کارت رو خوب بیاموز، بعد آمده مرا گپ نشان ده. توجه نکنید، سلاحتون رو پرتوید. برادر من از اینجا همراه دخترم میروم. اجازت نمیدهم. آرام شوید. سلاحتان رو پرتوید، مصلحت میکنید. آیا تو با من مصلحت میکنی؟ اگر لازم شود یگان کسی دیگر رو جیغ میزنم، لیکن شما سلاحتان رو پرتوید. نباشد کارها شتاق. تو باید تعیینات مخصوص را جیغ زنی. اکا بگمانم که شما همکاری ما میباشید. تو با اونها زنگ بزن. بگو که سردار صالح خودش رو اسیر گرفته است، خودش رو میپراند. پس کی بودنی مرا به تو میفهمانند. دخترم نگران نشو، همش خوب میشود. نگران نشو. ظریف برادر، برای چی این آدم اینقدر دیر کردن؟ برای چی اینقدر دیر کرد؟ این ابله کجا گم شد؟ ظریف ما را فریب کرد. زودتر چی شد ظریف؟ نابکار دست را گرفته گریخته. ظریف سبیل ماند و ما را فریب داد. زودتر ظریف.
ظریف این ابله ما رو در روز روشن فریب کرده و چه آورد؟ از کجا میدونستم که ما رو فریب میدید آخه؟ خدایا ما باشیم دهانمان باز مثل گمراهان منتظر او شدیم. آقای مدیر از رفتی حادثه معلومات نداریم. وقتی که آنجا رفتی میبینی. بخیر است مدیر؟ عارف را میکابم اما او را یافته نمیتوانم. امروز همه سیرکار شدند. این کار را یک طرف مون باز یک کار دیگر برآمد. معده‌ام را درد گرفت. بولتا رفتیم من با شما میروم. میخواهید که از یارو اسلحه پر آماده باشیم؟ نمیخواهم، سلاح‌های در دستمان بوده کافی است. زودتر رفتیم. تا کجا میگریزی ها؟ باید بسیارتر با ورزش مشغول میشدی. نگه در برش نیست. آیا تو ما را مسخره میکنی ها؟ در کجا؟ نروحها در کجا گپ زن؟ نوارها در کجا میگویم؟ گپ بزنی یا که تو را زورم به گپ درارم. عارف پلاس ایستا نگریز. این آدم در حقیقت ما را دیوانه کرد. در جایت ایستا. عملیات گفته انا این را میگویند. بولتا با تو چی شد؟ بولتا راه ته میگویم. وای دخترش رو اسیر گرفته است. بولتا ینگام رو دیدی چی؟ راه ته میگویم با تو. سلاح‌هایتان رو پایان کنید. صالح سلاحت رو پایان کن برادر. مرا گوش کن صالح. اکا بولتا ایست نگویم. رفیقای صالح این چی کار کردنی؟ مدیر دخترم رو از دستم میگیرم. آخر من شرایطی ندارم که با ادوکت خوشتامنم مبارزه برم. دخترم رو نمیگم. از اینجا همراه او برآمدن میخواهم. صالح نکن. چی برزیدی تو اینجا عملیات آغاز کنی؟ برای پراندن خودم اجازت نامه گیرم. نه خود آدم دختری خودش رو اسیر گیرد صالح. صدای من اسیر نمیگیرن. برعکس اسیر رو رها میکنن. سالهای دراز در کوه پشت عملیات میگذراندیم. بعد به شهر آمده با راهزنها، دزدان و دیوانگان مبارزه میبردیم. مدیر حالا باشد نوبتی من آمده است. تو را زیر هدف قرار ندادم صالح. اگر سلاحت را پایان نکنی مجبور میشوم که برای نجات دادن دخترت و خودت عملیات را آغاز کنم. مدیر به دخترم یگان خیل ضرر نرسد. نگران نشوید. اما اگر همراه دخترم از اینجا برآمده نتوانم، مدیرم ما نمیدونستیم. با ما همین خیلی خبر رسید. اگر میدونستیم هیچ گپ نیست رفیقان. شما از پی کارتان شوید. تشکر. نباشد ما با مکانی امنیت میرویم. رفیقان زودتر. شما از اینجا روید. چرا مرا سر نمیدید؟ چرا سر نمیدید؟ بولتا ایست نگویم. خودت رو با دست گیر. اکایی ساله. بولتا همش خوب میشود. نکنید که جو میکنم. سرگید مرا سرگید. آرام باش میگویم. صالح تو را همه دوست می‌دارند. برای ما خیلی عزیزی. سلاحت را پرتاب. اجازت ده روم. صالح تو قاعده و قانون را میدانی. اجازه داده نمیتونم. قانون است. دخترم همش میگذرد. مرا سردیت با شوهرم گپ زنم. آخر من خانم آرام شوید. رفیقانی ما رسیده اومدن دلکای. لطفاً آرام شوید. اگر خواهید که با ما کمک کنید خود رو به دست به خدا از دست این آدم همه کار میآید. سعادت میتواند که تو را پراند. نرو دخترم نرو. انا بین کودک هم در آنجا میباشد. عارف سردار عارف با شما کار میکند. همینجا است. با او رفتم مصلحت میکنم. او صالح رو خوب میشناسد. او رو دوست میدارد.
صالح تنها او را گوش میکند و ما کمک میکند. معنیش شما آروم شوید. من حاضر میپرسم. عارف هست کی هست او را زودتر یابید. ایستا! ایستا بی شرف! ایست بگویم ابلا! ظریف تو دوام ده. من از پیش راهش میبرایم. ابله برای همین نوارها اینقدر ما را آواره کردی. حرکت نکن، اینجا بیا. ایستا! کجا میگویدی؟ کجا ابله؟ در جایت ایستا! نجوم! ایست نبکن! نجوم! از کجا پیدا شده شما؟ گبزن! گبزن بگویم! کیستید شما؟ کو گبزن؟ سومن! 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 با زمین خواب رو سومن! دادا دادا رفیقان، میدونم که برای همه شما مشکل است، اما بی خطری دختر باید در مد اول باشد. هدف دادا جون هدف اکای صالح. دادا جون من میترسم.